100 سال دیگه مثل سال 21-23 هممون با خانواده هامون و دوستانمون زیر خاک خواهیم بود. غریبه ها توی خونه هامون که ما سخت کار کردیم و ساختیمشون زندگی خواهند کرد و یکی دیگه صاحب همه چیزهایی میشه که امروز مال ماست. بیشتر اموال دارایی هامون اهدا میشن یا دور انداخته میشن، از بین میرن. از جمله ماشینی که یه مبلغ هنگفتی صرفش کردیم و احتمالاً آهن قراضه میشه. نوادگانمون به زور بدونن ما کی هستیم و نه ما رو یادشون میاد. چند نفر از ما میدونه پدر بزرگش کی بوده. بعد از اینکه میمیریم چند سال به یادمون هستند و چند دهه بعد حتی خاطره هم نخواهیم بود. اگر یک روز مکث کنیم و این سوالات رو تحلیل و آنالیز کنیم، شاید متوجه بشیم چقدر نگرانی راجع به 99% چیزهایی که روزانه ذهنمون رو مشغول میکنند بیفایده است. اگر فقط میتونستیم خیلی کوتاه بهش فکر کنیم، رویکردها و تفکراتمون تغییر میکرد و متفاوت عمل میکردیم. این گفته یادتون باشه. اگر 5 سال دیگه اهمیتی نداره، 5 دقیقه بیشتر صرف ناراحتی و نگرانی راجع بهش نکن.